سلام خوشگلم، حالت چطوره؟ امیدوارم که حالت عالی باشه. امروز تو این ولاگ قراره که 24 ساعت مستقلانه زندگی بکنیم و گفتم این ولاگ واسه انگیزتون، واسه حالا یه حس خوب و اینا بگیریم و خب قراره 24 ساعت با من باشید و این ویدیو رو ضبط کردم برای انگیزتون، برای حس خوب و برای اینکه بیشتر تلاش کنید و برید سمت هدفتون. زیاد صحبت نمی‌کنم ولی امروز قراره بریم خیابون رو کلی مستقلانه خرید کنیم و اینا. مدلمو اینجوری بستم امروز و خب 2 روز پیش من یه سری خریدای کوچیک انجام دادم که الان واسهتون آنباکسینگ میکنم. بچه‌ها بهتون بگم که اینا مال 1-2 روز پیش بوده، واسه همین واسهتون آنباکسینگ میکنم. یه دونه مداد چشم سفید از برند فلورمار گرفتم، یه دونه خط چشم گرفتم چون که من با این سبک خط چشم خیلی راحت میتونم کار کنم. همینطور که میبینید اینجوریه نوکش، خیلی خوبه. سریع بهتون نشون میدم که تموم بشه و وقتتون رو نگیره. بچه یه دونه از این ریملا گرفتم که من یه دونه فیکش رو گرفته بودم ولی دیدم خیلی چرت بود و اون طرف به من به عنوان اصل فروخته بود، ولی من متوجه شدم ریملی که زیرش از اینا داشته باشه یا هر چیزی یعنی اصله و خیلی 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 موجه رو پرپشت و خوب میکنه. الان که باشه میکاپ انجام میدم متوجه میشید. قیمت این 250,000 تومان بود چون اصله. یه ریمل خیلی خوبه دیگه، حالا به موجه اینا آسیب نمیرسونه. بچه یه دونه کراپ گرفتم مشکی رنگ، اینجوریه، خیلی خوشگله. خودتون میدونید من بادی و کراپ خیلی دوست دارم و استفاده میکنم. بچه یه دونه هم بادی گرفتم که اینا یقه اسکیه، آستین هاشم که جای انگشت داره، خیلی قشنگ و خوبه. راستش من بادی داشتم این شکلی ولی آستین نداشت، ولی این آستین داره و یقه اسکی. این خریدای دیروز پیروز من بود که گفتم واسهتون آنباکسینگ بکنم. الان بخش گوشی مامانمه. بچه ها الان تنها کاری که میخوام انجام بدم اینه که یه برنامه‌ریزی کوچیک واسه خودم انجام بدم که من به چه چیزهایی نیاز دارم و چه چیزهایی میخوام بخرم که چیز اضافه‌ای نگیرم و کلاً اگه برنامه‌ریزی بکنم کارم بهتر راه میفته و امروز با من حس مستقل شدن رو تجربه کنم. خب بچه ها این دفتر خوشگل کیوتی که میبینید یه دفتر ایده که من توش هم ایده ها می نویسم هم با برچسب تزیین میکنم و حالا یه سری کارا که بهم حس خوب میده. تو این دفتر اومدم چیزایی که قرار لیست کنم و بگیرم که هم یادم نره هم چیز اضافه تری نگیرم. اومدم اول از همه نوشتم خریدای امروز، بعد با صورتی 1 2 3 4 5 اینجوری علامت دادم چند تا خرید میخوام که برنامه ریزی شده باشه واسم، ولی خب فکر نکنم من بتونم به طریق لیست این کار اوکی کنم. وسوسه میشم یه چیز بیشتر میگیرم یا پشیمون میشم چیز کمتر میگیرم، ولی امیدوارم بتونیم از طریق این لیست پیش بریم. زمان گذاشتم و این لیست رو نوشتم همینطور که میبینید. دیگه صحبت نمی کنم، به آرومی این ویدیو رو ببینید و لذت ببرید. غیر از تو بخوانم تو جان جهانی ای روح بچه ها همینطور که میبینید این دفتر ایده منه، هم توش ایده هامو مینویسم هم اگه کار خاصی داشته باشم مثلا خریدام و اینا رو اختصاص دادم به این دفتر کوچولوی مینی. این جامدادی هم که جامدادی توی اتاقمه که باهاش کارامو انجام میدم، یعنی برای مدرسه نیست، مخصوص اتاقمه و خب زیاد صحبت نمی کنم ولی بریم ببینیم که حالا من چه چیزهایی رو امروز میخوام تهیه بکنم. حالا شاید چیز ریزی در کنارش، حالا کافه جایی برم و اینا رو حساب نمی کنیم، ما فقط خریدامون رو اینجا میگیم. وقتی مستقل باشی میتونی اینا رو با طعم سختی ها و کارهای خودت بچشی و من توی پیجم بهت کمک میکنم که مستقل بشی، بهت وایب خوب میرسونم. پس اگه دوست داشتی پیجم رو فالو بکن و اگه پیج رو بکنم لینکش رو براتون تو کپشن گذاشتم، اونجا رو حتما فالو داشته باشین. خب بچه ها خریدهای امروز کفش. بچه ها من چند روز پیش کفش سفارش دادم، یعنی یه نیم بوت از یه پیج اینستاگرامی سفارش دادم برای زمستون اینا، برف و اینا. و خب یه کفش دیگه میخوام بگیرم، هرچند کفش امسال
گرفتم، ولی بازم میخوام بگیرم یه رنگ کرم و سفید، همچین رنگی، چون میخوام استایل پاییزم و زمستونم رو بزنم تو کار سفید و کرم. خیلی دوست دارم. یه بادی کرم رنگ میخوام بگیرم با یه شلوار مام استایل توری و حالا مام استایل که نه، ولی خب یه چیزی تو مایه های مام استایل رنگ کرمش رو بگیرم. با یه دونه هودی میخوام بگیرم. یه هودی دیدم خیلی قشنگه بچه‌ها که رنگ مشکی داره و خرگوشیه، ازش خوشم اومده و امروز میخوام برم بگیرمش. با یه دونه کیف سفید بچه، یه کیف سفیدم میخوام بگیرم. اینا رو الان عکسشون رو توی گوشیم میگیرم که یادم باشه و تهیه‌شون بکنم. الان وقتشه که برم آماده بشم. با خواهرم میخوایم بریم و امروز تو با من باشه و کلی با هم خوش بگذرونیم. دل از من دلبری است و سر از من سروری است و دل خون و خراب از من رخ هور و پری است و شب از من روز خوش است و دو چشم زنده کش است و غم از من خنده مال تو همیشه خوش به حال تو آرامش جانم هر شب نگرانم فردا تو نباشی دیوانه بمانم عاشق تر از آنم غیر از تو بخوانم تو جان جهانی ای روح روانم دل از من دلبری است و سر از من سروری است و دل خون و خراب از من رخ هور و پری است و شب از من روز خوش است و دو چشم زنده کش است و غم از من خنده مال تو همیشه خوش به حال تو بچه‌ها من الان آمادم. من شبم ماهم توی من غمم قاهم توی تو الو سلام، خوبی داشتی؟ وسیله شماره کارت بفرستش. سلام. قدیمی شده دیگه این مدل، ولی این خیلی بهم بلنده، پس خیلی اینجا جای قشنگی هاجی. یه کافه که جاهای دیدنی خیلی خاص و خوبی داره. بچه اینجا جای دیدنی خیلی خوشگلی، بریم کتاباشون رو ببینیم. بیاد اول که خیلی مبله قدیمی تو خیلی خوشگلی داره. بریم بشیم. حالا خوبی که میبینم اینطوری ببینیم. بیاین کتاباش اینجا هم آینه است. کتاباش اینجا گنج قلعه متروک. یه نزدیکتر آهنگ موزه.
حالا برو بیرون نشون بده. بیرونم زیبایی، بیرونم خیلی خسته. قدیمیش خیلی خوبه. خنکه. هم آلو چیزی نمیداد اسمش آلو حالا مثلا خیلی خنکه. کلی خرید کردیم ولی من همه وسایل رو توی پلاستیک خیلی گنده دادم دست خواهرم و اینم از یه زندگی مستقلانه. خب بچه ما خریدمون رو انجام دادیم، خرید مستقلانمونو. بریم ببینیم چه چیزایی رو خرید کردیم، چه چیزایی که توی لیست بود و چه چیزایی رو خرید نکردیم و چه چیزایی رو اضافه تر خرید کردیم. با یه هایلایتر سبز نشونه‌شون میذاریم که یادمون بمونه. خب از دفتر ایده همون اینجا من قرار بود کفش بگیرم که اینو هایلایتر صورتی میزنم. چرا؟ چون که کفش مورد نظرم توی خیابون پیدا نکردم. اینو بهتون بگم سری خلاصه. من دیشب داشتم تو اینستاگرام میگشتم و کلی کفش خفن دیدم، سیوشون کردم. با خودم گفتم من اینا رو سیو میکنم، حالا فردا میرم خیابون اگه کفش مد نظرم پیدا کردم میگیرم، اگه هم پیدا نکردم دیگه بعد از اینستاگرام سفارش بدم. که تقریبا صورتی سبز، چون که میخوام تا چند روز آینده از اینستاگرام سفارش بدم تا جوابم اومدن ثبت بشه برسه به دستم و اینا. ما فعلا صورتی میزنیمش. دیگه چه چیزی رو خرید نکردیم؟ بادی کرم رنگ. بچه‌ها من هر چی گشتم بادی فینگر، نمیدونم همچین چیزی اسمشون رو فکر کنم، که جا انگشتی داشته باشه و آستین بلند باشه و یقه اسکیمینا باشه، بعد جنس خوبی هم داشته باشه، رنگ کرم رنگ پیدا نکردم. یا آستین کوتاه بودن یا جای انگشتی نداشتن یا یقه اسکی نبودن و اینم بعد از اینستاگرام سفارش بدم. واقعا اینستاگرام خیلی جای خوبیه، راحت چیزی که بخوایم میتونیم سفارش بدیم. اینم نگرفتم. کیف بچه‌ها کیفو هم کلا من نگرفتم. چرا؟ چون که کیف مورد نظرم هم پیدا نکردم. یه خیابون هست که کلی لباسا و چیزای خفن داره، یه خیابون خیلی بهتر از اون خیابونی که من امروز رفتم. فردا میرم اون خیابونه، کیفو حالا میگردم، کیفو کفشو دوباره میگردم با بادی و اینا. اگه پیدا نکردم اون موقع سفارش میدم. ولی شلوار کرم رنگ نگرفتم، پشیمون شدم. دقیقا شلوار کرم رنگم قیمتش خیلی کمتر بود، 210 بود. بعد یه شلوار مام استایل دیدم، بعد با خودم گفتم خیلی وقت مام استایل نگرفتم، تقریبا یه سالی میشه دیگه مام استایل بگیرم. گرفتم شلوار رو ولی کرم رنگ نیست، مام استایل گرفتم، مام استایل زابدار. هودی که مد نظرم بود و تو فکرم بود که بگیرمشم، رفتم گرفتم با یه سری چیزای اضافه که الان بهتون نشون میدم. خوشگله من. بریم که بهتون نشون بدم. اول از یه چیز اضافه شروع میکنم. این شال. بچه‌ها این شال کرم رنگ رو گرفتم چون خودتون میدونید جدیدن رنگ کرم خیلی مورد علاقه‌ام شده و کلا استایلمو دارم کرم اوکی میکنم. حالا بعدن شاید شلوار کرم رنگم گرفتم ولی خب فکر نکنم زیاد به کارم بیاد. نمیشه شلوار، شال، بادی همه چی کرم باشه، مانتو اینا دیگه یکم زننده میشه و خب نمیدونم، حالا شاید گرفتم. ولی خب یه شال کرم رنگ گرفتم که خیلی خوبه. قیمتش هم که 100,000 تومان بود. اونایی که قیمتش یادم باشه رو بهتون میگم. این خوشگلمون که واقعا تو فکرم بود یه شال کرم رنگ بگیرم ولی یادم رفت بنویسم. یه مداد لبم گرفتم رنگ تیره، چون که بچه‌ها من مداد لب رنگ تیره نداشتم، همیشه از مداد لب رو استفاده می‌کردم. امروز از فرصت استفاده کردم و یکی گرفتم، الان ازش زدم روی لبام. بچه‌ها نمی‌دونم که دستام بد دیده میشه توی دوربین. خب
اینا چیزای اضافه‌ن. یه چیز اضافه دیگه هم گرفتم که توی لیست نبود که این بافت خوشگلمونه که اینطوری بازه. بچه قیمت مداد لبمون 15,000 تومان بود فکر کنم یادم باشه. خب این بافت رو گرفتم، بچه ها خیلی دوستش داشتم تا دیدمش عاشق شدم. رنگ سفید نداشت ولی رنگ سبز و آبی و اینا داشت که گفتم مشکی بهتره، سر هر چیزی میشه پوشید، سر هر چیزی میاد قشنگ. مشکیشو گرفتیم که قیمتش هم 100,000 تومان بود بچه. همینطور که میبینید کلا دارم امروز پولهایی رو که خرج کردم و همش رو بهتون میدم. یعنی میگم بچه ها من این شاله رو که گرفتم 100,000 تومان، یه شالم واسه خواهرم گرفتم 100,000 تومان که حالا با تخفیف به ما داد 198 تومان، 200 تومان نشد. گفتم یه هدیه هم واسه خواهرم بگیرم، این همه کمکم کرده واسه کار میکاپ و اینا، که شد 198 تومان، تخفیفم داد 2 تومان تخفیف. و خب این که خرید شالمون شد 198. این هودیمون رو میبینین بچه ها که هودی مشکی که بچه اینجاش خرگوش داره. بعد قسمت حالا داخلش رو بهتون جنسش رو نشون بدم، اینجوریه خیلی نرم و خوبه. قسمت جالبش که من عاشقشم اینه که گوش داره خیلی باحال و جیگره. و نه دیگه بچه جیبم نداره. بچه من یکی این شکلی دارم ولی اینجاش خرگوش نداره، گوشاش هم خرگوش نیست، وسطش ته داره ولی همین جنس و همین رنگ و اینه. از این خوشم اومد گرفتم ولی قیمتش متاسفانه یادم نیست. بچه اینم بگم من توی روبیکا استوری کردم، همه فیشا رو استوری نکردم، فقط چند تا فیشا رو استوری کردم که زننده نشه. و شلوارمون که به جای شلوار کرم رنگ گرفتم، این شلوار خوشگلمونه، مام استایل خوشگلمونه که 2 تا دکمه و یه زیپ داره، زابدارم هست. هر شلوار ازش هر 2 تیکه دیگه، هر تیکه ازش 3 تا زاب داره، یه دونه اینجا، یه دونه اینجا، یه دونه هم جلوی پاش، یکی هم به همین طرحه، یه دونه اینجا. زاب پاش هم پوشیده خیلی خوبه و من خوشم اومد ازش. این نیست که خیلی باز باشه و اینا، چیزای بازم من ضد این پوشم که اینجوریه. بچه‌ها کمرش هم کشیه، قیمتش هم 438 بود که بهم 20,000 تومان تخفیف داد و دادش 418,000 تومان. و اینکه اینم بهتون بگم نه به اون اولی که به ما 2 تومن تخفیف داد، اونم اصلا ما ازش تخفیف نرسید، خودش گفت 2 تومن بهتون تخفیف دادم. گفتم خیلی خیلی اصلا شاهکار کردی. نه به اینکه 20,000 تومن بهش تخفیف داد. و خب این که بچه‌ها اینا بود از خریدی که من امروز انجام دادم که بیایم من بهتون بگم که من کافه هم رفتیم، براتون گوشه گرفتم، کافه نوستالژی و اینجور چیزا که قیمتش شد 145,000 تومان. چیز خیلی خاصی نگرفتم، یه آیس کافی کارامل با یه دونه کیک خونگی شکلاتی گرفتم، یه قلیون که قلیون واسه خواهرم گرفتم، خودم حالا بگذاریم که شد 145,000 تومان. واقعا چیز خوبی شد حالا قیمتش و ما امروز اینقدر مستقلانه خرید کردیم. و این ویدیو رو گفتم من همیشه خودتون میدونین وایب خوب دوست دارم بهتون منتقل کنم، اینکه برید سمت رویاهاتون. اگه دوست دارید بلاگر بشید بلاگر بشید در کنار درستون و از طریق بلاگری درآمدی داشته باشین. اگه دوست دارید به هر هدفی برسین واسش تلاش بکنید، من سعی می‌کنم بهتون انگیزه بدم. و خب اینکه اینم از این ویدیو. مرسی که تا اینجا این ویدیو من همراه بودین. عاشقتونم، اینو دارم از ته دلم بهتون میگم بچه‌ها، شما بهترین رفیقای زندگی منید. مرسی که ازم حمایت میکنین. تا یه ویدیو جدید دیگه با من، بای بای.